سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. با توجه به این که دو تا کلیپ قبلی که در فضای باز گرفته شده بودم و صداشون ناواضح بود، به منظور فهم بیشتر این دو تا کلیپ که این کلیپ رو در خدمتون هستیم و با مفاهیم اضطراب در خدمت شما خواهیم بود. اولین مفهوم اضطراب مفهوم احساسات. ما 4 تا احساس داریم بر اساس نظریه سطوح هوشیاری که نظریه نزدیک به ISTDP هستش. این نظریه میگه که 4 احساسات 4 تا هستن: شادی، غم، عشق و خشم. یعنی دو تا احساس منفی و 2 تا احساس مثبت. و چنانچه یه احساس مثبت و یه احساس منفی در کنار هم قرار بگیرن، یعنی ما همزمان 2 تا احساس منفی و مثبت رو با هم در خودمون تجربه کنیم، یه احساس جدید به وجود میاد به اسم احساس گناه. یعنی احساس گناه در واقع تلفیق یه احساس مثبت و منفی هستش که کنار هم و همزمان در بدن ما ایجاد میشن. این احساسات خیلی تأثیرگذار در اضطراب هستن، یعنی احساساتی که سرکوب میشن، احساساتی که ما روانه ناهوشیار میکنیم و واپسرانی میکنیم، در واقع که میفرستیمشون تو قسمت ذهن ناهوشیارمون و از یادمون میره کم کم. ولی این احساسات سرکوب شده در واقع محرک اضطراب ما هستن، یعنی به وجود آورنده و محرک اضطراب ما و محرک رفتارهای ناهوشیار ما این احساسات سرکوب شده هستند که بعداً مفصلتر در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. و دومین مفهومی که الان مطرح هستش که در کلیپ‌های قبلی عرض کردم، مفهوم افکاره. ما اینو بدونیم که افکار مال ما نیستند، افکار به ما تعلق ندارن. یعنی افکاری که تولید میشن درسته بر اساس ناهوشیار هستش که تولید میشن، یعنی این افکار چون هوشمند هستند، چون خیلی توجه طلبند، بنابراین با چیزهایی و با محتویاتی میان به سراغ ما که ما بهشون حساسیت داریم. یعنی هر کسی به هر چیزی حساسیت داشته باشه، این افکار با همون محتوا میان سراغش. و وقتی که ما این افکار رو به خودمون نگیریم و بگذاریم که این افکار از جلوی ما رد بشن، یعنی مثل یه فیلم سینمایی یا یه کلیپی، چیزی که داریم نگاه میکنیم، فقط نظاره‌گر اونا باشیم و از اونا تأثیر نپذیریم، یعنی به خودمون نگیریم که اینجا تولید